به نام خدا، اکبر زاره هستم، مهندس پایه‌یک نظارت و طراحی با ویدیوی 8 از مجموع ویدیوهای نکات نظارت برقی اتاقها و پذیرایی در خدمتون هستیم. در ابتدا از شما عزیزان و مهندسین خواهشی که داریم اینه که حتما کانال ما رو دنبال کنید و علامت زنگ رو فعال کنید تا هم به ویدیوهای بیشتری دسترسی داشته باشین، هم ما رو در ادامه این مسیر دلگرم کنید. ضمناً اگر در خصوص چک لیست های ویدیوهای ارائه شده درخواستی دارین یا پیشنهادهایی در جهت بهتر کردن و پربار کردن ویدیوهای ارائه شده پیشنهادهایی دارین، خوشحال میشیم از طریق آدرس ایمیل abui.zara@gmail.com درخواست ها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارین. خب در این بخش ما ادامه بخش قبلی رو داریم با نکات نظارتی مدارهای جریان ضعیف در خدمتون هستیم. اولین نکته‌ای که خدمتون ارائه میدیم مطابق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان اشاره کرده که فاصله کابل‌های سیستم‌های جریان ضعیف که شامل تلفن یا مدار آیفون یا حتی آنتن هست، چه در صورتی که موازی با شبکه گاز باشه چه متقاطع باشه، باید این فاصله به حداقل باید 40 سانت باشه و اگر ما از فیبر نوری در این سیستم ها استفاده کنیم در حالتی که موازی باشه این فاصله باید حداقل 60 سانتی متر باشه و اگر متقاطع باشه این فاصله باز میتونه به 40 سانتی متر تقلیل پیدا کنه. خب نکته بعدی اینه که برای تمام اتاقهای خواب و اتاقهای دیگه شما حتما باید یک عدد پریز آنتن رو نصب کنین. البته این نکته بیشتر مخصوص مهندسین طراح عزیز هست، ولی مهندسین ناظر هم باید حواسشون به این نکته باشه. خب نکات بعدی در خصوص مقاطع مورد استفاده برای سیستم های جریان ضعیف هست. برای نمونه سطح مقطعی که ما برای تلفن، زنگ و احضار یا دربازکن استفاده می کنیم باید حداقل 6 میلیمتر مربع باشه. نکته بعدی کابل هایی که برای آنتن یا آنتن مرکزی استفاده می کنیم که باید از نوع کابل هم محور و مصطلح هست 75 اوم باید باشه. در شکل هم یک نمونه از این کابل رو مشاهده می‌فرمایید. نکته بعدی حداقل سطح مقطع برای سیستم‌های صوتی که در داخل ساختمون استفاده میشه باید 1.5 میلیمتر مربع استفاده بشه. و نکته آخر این که حداقل سطح مقطع برای سیستم‌های اعلام حریق مطابق استانداردها و پروتکل‌های مربوطه و یا دستورالعمل‌های سازنده تعیین میشه. خدمت شما مهندسین عزیز باید اشاره کنیم که در خصوص اعلام حریق قرار هست یک ویدیو کاملی آماده کنیم که به کلیه نکات اهم از اینکه جایابی دتکتورها، جایابی شستی‌ها، جایابی تابلوی اصلی اعلام حریق و نکاتی از این دست در یک ویدیو به صورت کامل در اختیار شما مهندسین عزیز قرار خواهد گرفت. خب در اینجا این ویدیو به پایان میرسه. انشاءالله در ویدیوهای بعدی نکات دیگه‌ای رو در خدمتون خواهیم بود. تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.